فصل 8. تصمیم گیری. بر تعلل و مساهمه کاری مسلط شویم. در 7 قدمی ثروت. تحلیل و بررسی دقیق 25,000 مرد و زن شکست خورده حقیقتی را آشکار کرده که نشان می‌دهد فقدان تصمیم مهمترین علت شکست بین 30 مورد از علل شکست بود. این تنها یک حرف نیست، بلکه واقعیت دارد. تعلل و مسامحه نقطه مقابل تصمیم گیری و دشمنی است که همه باید بر آن چیره شوند. شما فرصت دارید پس از خواندن این کتاب ظرفیت خود را برای تصمیم گیری سریع و دقیق آزمایش کنید و آماده شوید تا به اصول آن عمل کنید. تحلیل چند صد نفر از کسانی که ثروت بالغ بر میلیون‌ها دلار انباشته کردند حقیقتی را آشکار کرد که بر اساس آن هر یک از آنها دقیق تصمیم گرفتند و اگر تصمیم‌ها را تغییر دادند به سرعت نبوده است. کسانی که نمی‌توانند پول انباشته کنند بدون استثنا عادت داشتند خیلی آهسته و کند تصمیم بگیرند و این تصمیم را سریع تغییر دهند. یکی از برجسته‌ترین خصوصیات هنری فورد عادت تصمیم گیری سریع و دقیق و آرام و کند تغییر دادن آن بود. این ویژگی در او بسیار شاخص بود، چنانکه او را به داشتن روحیه‌ای سرسخت مشهور کرده بود. این ویژگی بود که آقای فورد را ترغیب می‌کرد به ساخت مدل مشهور خود ادامه دهد، یعنی زشترین ماشین دنیا. با وجود این مشاوران و بسیاری از خریداران خودرو او را به تغییر مدل ماشین تشویق می‌کردند. شاید آقای فورد در ایجاد این تغییر خیلی تأخیر داشت، اما آن سوی ماجرا این است که تصمیم قاطعانه آقای فورد ثروت بزرگی را که قبل از ضرورت تغییر مدل به سوی او سرازیر کرد. با وجود این کمی تردید داریم که عادت تصمیم گیری قاطعانه آقای فورد او را سرسخت کرده بود، اما این ویژگی بهتر از کندی در تصمیم گیری و تغییر سریع آن بود. بیشتر کسانی که در اندوختن پول کافی برای رفع نیازهایشان شکست می‌خورند، به راحتی تحت تاثیر نظرات دیگران قرار می‌گیرند و به نظرات و عقاید روزنامه‌ها و شایعه پراکنی همسایه‌ها اهمیتی نمی‌دهند. به نظر آنها عقاید و نظرات ارزان‌ترین کالاهای روی زمین هستند. همه نظراتی دارند که آرزو دارند دیگران آنها را بپذیرند. وقتی به تصمیماتی می‌رسید، اگر تحت تأثیر نظراتی قرار بگیرید، در هر کاری موفق نمی‌شوید، به ویژه در تبدیل خواسته خود به پول. اگر تحت تأثیر نظرات دیگران قرار بگیرید، دیگر نظر و خواسته‌ای برای خود نخواهید داشت. هنگام به کارگیری اصولی که در اینجا توصیف کردیم، به نظر خود توجه کنید و در نهایت خودتان تصمیم بگیرید و بعد از نظر آنها استفاده کنید. به جز اعضای گروه ذهن استاد، به نظر کسی چندان اعتماد نکنید و در انتخاب گروه خود مطمئن باشید که افراد آن با هدف شما بسیار همراه و همدل باشند. دوستان صمیمی و اقوام اغلب به نظر دیگران بی‌اعتنا هستند و گاهی آن را تمسخرآمیز می‌دانند. هزاران مرد و زن تمام عمر با خود عقده‌های حقارت را حمل می‌کنند و ناآگاهانه اعتماد به نفس خود را از طریق این نظرات یا تمسخر دیگران از دست می‌دهند. باید بدانید مغز و ذهنتان به شما تعلق دارد. از ذهن خود برای تصمیم گیری استفاده کنید. اگر به حقایق یا اطلاعات دیگر افراد نیاز دارید تا بتوانید تصمیم بگیرید، در بسیاری موارد این حقایق یا اطلاعات را بدون آشکارسازی اهداف خود کسب کنید. این خصوصیات کسانی است که از روی بی اطلاعی حرف میزنند، اما میخواهند خود را فردی دانا جلوه دهند. چنین افرادی به طور کلی زیاد حرف میزنند و کمتر گوش میکنند. پس چشم و گوش خود را باز و دهان خود را بسته نگه دارید تا بتوانید عادت تصمیم گیری سریع را کسب کنید.
کسانی که زیاد حرف میزنند کمتر عمل میکنند. اگر بیشتر از آن که گوش دهید حرف بزنید، نه تنها خود را از فرصت‌های کسب دانش محروم می‌کنید، بلکه طرح‌ها و هدف‌های خود را برای کسانی که در اثر حسادت از شکست شما خوشحال می‌شوند آشکار می‌کنید. یادتان باشد هر بار که دهان خود را در حضور شخصی که دانش بالایی دارد باز می‌کنید، ناآگاهی و کمی سواد خود را به او نشان می‌دهید. حکمت درست معمولاً خود را از راه سکوت و فروتنی و نجابت نشان می‌دهد. فراموش نکنید هر شخصی که با او همراه می‌شوید همانند شما در جستجوی فرصتی است تا پول انباشته کند. اگر درباره برنامه‌های خود آزادانه صحبت کنید، وقتی بعداً بفهمید که عده دیگری قبل از شما اهدافتان را عملی کردند، تعجب می‌کنید و از اینکه نابخردی کردید و با آنها در این باره حرف زدید پشیمان می‌شوید. پس یکی از اهداف خود را بسته نگاه داشتن دهان خود و باز نگه داشتن چشم و گوشتان قرار دهید. اگر متن زیر را با حروف درشت بنویسید و آن را در جایی قرار دهید که هر روز ببینید، یادآور خوبی است. به دنیا بگویید قصد دارید چه کاری انجام دهید، اما ابتدا در عمل نشان دهید. این جمله معادل این ضرب المثل است که 200 گفته چون نیم کردار نیست. آزادی یا تصمیم گیری در حد مرگ. ارزش تصمیمات به شجاعت اتخاذ آنها بستگی دارد. با خطرپذیری‌های بزرگ به تصمیمات بزرگ دست می‌یابیم. خطرپذیری‌هایی در حد مرگ. تصمیم لینکلن برای صدور اعلامیه آزادی که به برده‌های آمریکا آزادی داد، سبب دشمنی هزاران نفر از دوستان و حامیان سیاسی او شد. او هم می‌دانست که سرپیچی از آن اعلامیه به معنای مرگ هزاران نفر در میدان نبرد است. در پایان این موضوع به قیمت زندگی لینکلن تمام شد. این کار به شجاعت نیاز داشت. تصمیم سقراط برای نوشیدن یک فنجان سم باور شخصی او را به مصالحه گذاشت، اما تصمیمش شجاعانه بود. این کار او مردم را هزاران سال جلو برد و به آنها حق آزادی فکر و بیان داد. تصمیم ژنرال رابرت ایلی در مورد اشغال جنوب بسیار شجاعانه بود، زیرا می‌دانست این تصمیم به قیمت زندگی او و دیگران تمام می‌شود. اما بزرگترین تصمیم درباره هر شهروند آمریکایی در 4 ژوئیه 1776 در فیلادلفیا گرفته شد. آن هم زمانی که 56 نفر اسامی خود را زیر قراردادی امضا کردند که یا برای تمامی آمریکا آزادی بخش بود یا سر هر 56 نفر را بالای دار می برد. شما درباره این سند معروف شنیده اید، اما شاید در زمینه پیشرفت شخصی درسی از آن نیاموخته باشید. همه ما تاریخ این تصمیم مهم را به یاد داریم، اما عده‌ای از ما می‌دانیم چنین تصمیمی به چه شجاعتی نیاز دارد. ما تاریخ را همانگونه که به ما درس دادن به یاد داریم. ما تاریخ و اسامی مردان جنگجو را به یاد داریم، اما از نیروهای واقعی پشت این اسامی و همینطور از تاریخ‌ها و مکان‌ها بی‌خبریم. هنوز درباره آن قدرت نامحسوس چیز چندانی نمی‌دانیم. همان قدرتی که آزادی آمریکایی‌ها را مدت‌ها پیش از آن که ارتش واشنگتن به یورکتان برسد تضمین کرد. ما تاریخ انقلاب را می‌خوانیم و به اشتباه تصور می‌کنیم جورج واشنگتن پدر آمریکا بود و آزادی آمریکایی‌ها را به ارمغان آورد، اما حقیقت این است که پیروزی ارتش او مدت‌ها قبل پیش از تصمیم لرد کورنوالز تضمین شده بود. قصد نداریم واشنگتن را از هر شکوه و عظمتی که کسب کرده دور کنیم، بلکه هدف این است که توجه بیشتری به قدرت شگفت انگیزی بدهم که علت واقعی پیروزیش بود. این فاجعه است که تاریخ نویسان حتی به قدرت مقاومت ناپذیری که آزادی این ملت را برمغان آورد کوچکترین اشاره‌ای نکردند. ملتی که با این آزادی به استقلالی متفاوت از همه مردمان زمین رسید، آن را فاجعه می‌دانم، زیرا همان قدرت را فرد باید برای مقابله با مشکلات زندگی به کار ببرد.
اجازه دهید خلاصه اتفاقاتی که این قدرت را تولید کرد مرور کنیم. ماجرا از حادثه‌ای در 5 مارس 1770 در بوستون شروع شد. سربازان بریتانیایی در خیابانها آشکارا شهروندان را با حضور خود تهدید می‌کردند. مستعمره‌نشینان از مردان مسلحی که بین آنها رژه می‌رفتند متنفر بودند. کم کم تنفر خود را آشکارا بیان کردند و به پرتاب سنگ و ناسزاگویی به سربازان پرداختند تا اینکه افسر فرمانده دستور داد با سرنیزه آنها را تهدید کنند. نبردی در گرفت و به مرگ و زخمی شدن بسیاری منجر شد. این حادثه چنان تنفر و انزجاری را ایجاد کرد که انجمن استانی متشکل از مستعمره‌نشینان مشهور به منظور اقدام مفید جلسه تشکیل دادند. 2 تن از اعضای آن انجمن جان هانکوک و ساموئل آدامز بودند. آنها شجاعانه سخنرانی و اعلام کردند که باید در راستای بیرون راندن سربازان از بوستون حرکتی انجام شود. یادتان باشد این تصمیم در ذهن 2 مرد آغاز شد و به ایمان و انرژی بسیاری نیاز داشت، زیرا تصمیمی خطرناک بود. پیش از اینکه این انجمن به زمان دیگری موکول شود، ساموئل آدامز به فرمانداری یکی از ایالات به نام هاتچیستون منصوب و خواستار عقب نشینی سربازان بریتانیایی شد. این درخواست پذیرفته شد و سربازان از بوستون بیرون رفتند. اما این حادثه به همینجا ختم نشد، بلکه سبب شد این وضعیت تمام تمدن را به کلی تغییر دهد. عجیب است، اما آیا تغییرات بزرگی چون انقلاب آمریکا و بسیاری از جنگ‌ها اغلب در شرایطی آغاز نشد که مهم به نظر نمی رسید؟ جالب است که این تغییرات مهم را مشاهده کنیم که اغلبشان به شکل تصمیم مشخصی در ذهن تعداد کمی از مردم آغاز شد. تعدادی از ما تا حدودی با تاریخ آمریکا آشناییم و می‌دانیم جان هانکوک، ساموئل آدامز و ریچارد هنری لی از ایالت ویرجینیا پدران واقعی این کشور بودند. ریچارد هنری لی عامل مهمی در این ماجرا به شمار می آید، زیرا او و ساموئل آدامز مدام با هم در ارتباط بودند و ترس‌ها و امیدهای خود را درباره خیر و منفعت مردم ایالت خود با یکدیگر در میان می‌گذاشتند. با این کار آدامز فهمید که مبادله نامه بین 13 مستعمره‌نشین با هماهنگی تلاش‌های لازم درباره حل مسائل آنها کمک می‌کند. در مارس 1772، 2 سال پس از زد و خورد با سربازان بوستون، آدامز این ایده را به انجمن ارائه داد که کمیته هماهنگی بین مستعمره‌ها تأسیس شود تا برای بهبود وضعیت مستعمرات آمریکا و بریتانیا همکاری دوستانه برقرار شود. این اتفاق را به خوبی به خاطر بسپارید، زیرا آغاز تشکیل سازمان قدرتمندی بود که قصد آزادی بخشی به آمریکاییان را داشت. ذهن استاد برتر از قبل سازمان یافته است. این گروه از آدامز، لی و هانکوک تشکیل شد و کمیته هماهنگی سازمان یافت. مشاهده کنید که این حرکت راهی را برای افزایش قدرت ذهن استاد و برتر گشود و این کار با افزودن مردان از تمامی مستعمرات به آن انجام شد. توجه کنید که این فرایند زمینه اولین برنامه‌ریزی سازمان یافته مستعمرات ناخرسند را پایه‌گذاری کرد. وحدت قدرت آفرین است. شهروندان مستعمره‌ها بابت جنگ نامنظم در مقابل سربازان بریتانیایی دستمزد می‌گرفتند، اما کار مفیدی انجام نشد. نارضایتی و شکایت‌های شخصی آنها در کنترل و تسلط ذهن استادانه بود. هیچ کدام از افراد قلب، ذهن، روح و جسم خود را به یک تصمیم واحد متمرکز نکرده بودند تا مشکل خود را یک بار برای همیشه با بریتانیا حل کنند، تا اینکه آدامز، هانکوک و لی با هم متحد شدند. در ضمن مردم بریتانیا احمق نبودند. آنها هم برای حسابهایشان برنامه‌ریزی و تفکر خردمندانه داشتند و پول و نیروی نظامی منظمی از برنامه آنها حمایت می‌کرد. شاه بریتانیا گیج را جانشین هاتچینسون حاکم ماساچوست کرد. یکی از نخستین اقدامات حاکم دعوت از ساموئل آدامز به منظور تلاش برای تهدید موقعیت او بود. میتوان به بهترین شکل گفتگویی را که بین کنولل
فنتون پیام آوری که گیج فرستاده بود و آدامز رخ داد درک کرد. کلونل فنتون گفت: فرمانده گیج به من اختیار داده تا به شما اطمینان دهم این حاکم قدرت دارد به شما امتیازاتی را در شرایط اعطا کند تا مخالفت خود را با اقدامات دولت متوقف کنید. دولت به شما توصیه می کند بیش از این نارضایتی اعلیحضرت را سبب نشوید. رفتار شما موجب جرایم قانونی هنری 13 است که طبق آن افراد را به انگلستان می‌فرستند تا برای خیانت محاکمه و سپس زندانی شوند. اما با تغییر سیاست خود نه تنها مزایای شخصی دریافت می‌کنید بلکه با شاه از در صلح و آشتی وارد می‌شوید. ساموئل آدامز باید تصمیم می‌گرفت که یا مخالفت خود را متوقف و رشوه را قبول می‌کرد یا همچنان به مخالفت ادامه می‌داد و سرش بالای دار می‌رفت. روشن است زمانی از راه رسید که آدامز مجبور شد سریع تصمیمی بگیرد که به قیمت زندگی و جانش تمام شود. بیشتر مردم چنین تصمیم گیری را دشوار می‌دانند و به آن پاسخی زودگذر و سطحی می‌دهند. اما آدامز اینطور نیست. او اصرار می‌کرد که کلونل فنتون به او افتخار دهد تا همان پاسخی را که آدامز به او داد به حاکم بدهد. پاسخ آدامز این بود: شاید به فرماندار گیج بگویید من از زمانی که با شاهان آشتی کردم به آنها اعتماد دارم. هیچ موضوع شخصی مرا از محقق بودن کشورم باز نخواهد داشت. به فرماندار گیج بگویید که این توصیه ساموئل آدامز را آویزه گوش خود کند که دیگر به احساسات مردم خشمگین توهین نکند. لازم نیست درباره شخصیت این مرد نظر بدهید. باید برای همه کسانی که این پیام عجیب را می‌خوانند مشخص شود که ارسال کننده آن به بیشترین نظم و قانون وفادار است. این موضوع بسیار مهمی است. سیاستمداران دروغگو پس از مرگ آدامز این افتخار را نابود کردند. وقتی فرماندار گیج پاسخ محتاطانه آدامز را دریافت کرد، به سراغ او رفت و اعلام کرد: در اینجا به نام اعلیحضرت مؤدبانه ترین و متواضعانه ترین عذرخواهی خود را تقدیم کسانی می کنم که به موضوعات صلح‌طلبانه اهمیت می دهند. آدامز و هانکوک در مرحله حساس بودند. تهدید حاکم خشمگین این دو مرد را بران داشت که تصمیم دیگری بگیرند که بسیار هم خطرناک بود. آنها با پیروان وفادار خود شتابان جلسه‌ای سری تشکیل دادند. پس از تشکیل جلسه آدامز در را قفل کرد و کلید را در جیبش گذاشت و به همه حاضرین گفت که کنگره مستعمره‌نشینان باید برقرار شود و هیچ کس تا پایان این تصمیم گیری از اتاق خارج نمی شود. هیجان شدیدی پدید آمد. عده‌ای عواقب چنین سیاست افراطی را بررسی کردند و عده‌ای با تردید درباره چنین تصمیمی حرف زدند. آن دو مرد که در اتاق زندانی بودند ابایی نداشتند و به هیچ وجه احتمال شکست خود را نمی‌دادند. با نفوذ ذهن هانکوک و آدامز دیگران هم موافقت کردند و ترتیب برگزاری اولین کنگره قاره‌ای داده شد تا در 5 سپتامبر 1774 در فیلادلفیا برگزار شود. این تاریخ را به خاطر بسپارید زیرا مهمتر از 4 ژوئیه 1776 است. اگر در کنگره قاره‌ای هیچ تصمیمی گرفته نشود، هیچ حکمی امضا نمی شود. پیش از اولین جلسه کنگره جدید، رهبر دیگری در بخش دیگری از کشور به شدت به انتشار خلاصه نظر حقوق بریتانیایی آمریکایی‌ها علاقه‌مند بود. او توماس جفرسون اهل ایالت ویرجینیا بود که رابطه‌اش با لرد دانمور نماینده کراوان در ویرجینیا به اندازه رابطه هانکوک و آدامز با فرماندارشان تیره بود. مدت کوتاهی پس از انتشار خلاصه مشهور حقوق بشر، جفرسون فهمید که تحت تعقیب قانونی دولت است. یکی از همکاران جفرسون به نام پاتریک هنری که از این تهدید آگاه شد، با شجاعت نظراتش را در یک جمله بیان کرد: اگر این پیمان شکنی است، پس بیشترین استفاده را از آن ببر. این مردان بدون قدرت، اختیار و توان نظامی و مالی سرنوشت مستعمره‌نشینان را به دست گرفتند و کنگره‌های قاره‌ای را راه اندازی کردند و تا 2 سال
ادامه دادند تا اینکه در 7 ژوئن 1776 ریچارد هنری لی شورش کرد و با این حرکت خود انجمن را شگفت زده ساخت. آقایان، من حرکتی کردم که همه دریابند این مستعمرات متحد باید از هر نظر و به ویژه از لحاظ حقوقی آزاد و مستقل باشند و باید تمام مشکلات سیاسی بین آنها و ایالت بریتانیایی کبیر به طور کامل حل شود. حرکت برجسته و مهم لی چنان بحث و بررسی شد که او کم کم تحملش را از دست داد. در پایان پس از روزها بحث دوباره اوضاع را به دست گرفت و با صدای رسا و شفاف گفت: آقای رئیس جمهور، ما روزهاست این مسئله را حل کرده ایم. این تنها کاری است که دنبال می‌کنیم. پس چرا باید بیشتر منتظر بمانیم؟ چرا هنوز آزاد نیستیم؟ بگذارید این روز شاد در جمهوری آمریکا زاده شود. بگذارید این روز فاتحانه آغاز شود و ما دوباره در قلمرو صلح و قانون گام بگذاریم. چشمان اروپا به ما دوخته شده است. او از ما شاهد زنده آزادی را می‌خواهد که در شهری که ستمگری روز به روز بیشتر می‌شود ممکن است متضاد آن را به نمایش بگذاریم. پیش از اینکه این حرکت تایید شود، لی به علت بیماری به خانه اش رفت، اما قبل از رفتن سررشته امور را به دست دوستش توماس جفرسون داد که قول داده بود تا زمانی که نتیجه واقعی به دست آورد مبارزه کند. مدت کوتاهی پس از آن رئیس کنگره هانکوک جفرسون را به سمت رئیس کمیته انتخاب کرد تا اعلام استقلال کند. مدتی سخت و طولانی پس از آن کمیته مدارکی را ارائه داد که به این معنا بود که در صورت تایید کمیته هر کس که آن را امضا کند حکم مرگ خود را امضا کرده است و این مستعمره در نبرد با بریتانیای کبیر شکست خورده است. این مدرک در 28 ژوئن به عنوان پیشنویس اصلی ارائه و در پیشگاه کنگره قرائت شد تا چند روز درباره این موضوع بحث و آن را تغییر داده و آماده می کردند. در 4 ژوئیه 1776 توماس جفرسون در پیشگاه انجمن ایستاد و بیباکانه سریع‌ترین تصمیمی را که تا آن زمان به صورت مکتوب اتخاذ شده بود خواند. هنگامی که اتفاقاتی برای انسان رخ می‌دهد، لازم است دسته‌های سیاسی را از هم جدا کنند. احترام به نظرات بشر مستلزم آن است که علل جداییشان را با آنان در میان بگذارند. هنگامی که کار جفرسون به پایان رسید، مدارک را دوباره برای رأیگیری ارائه دادند تا 56 نفر آنها را پذیرفته و امضا کنند. سپس هر نفر نظر خود را بنویسد و نامش را زیر آن امضا کند. با این تصمیم یک ملت برای همیشه امتیاز تصمیم گیری را به دست آورد. با چنین تصمیماتی مردم توانستند مشکلات شخصی خود را حل کنند و به ثروت مادی و معنوی دست یابند. اجازه دهید این نکته را فراموش نکنیم. اگر اتفاقاتی را که به اعلام استقلال منتهی شد تجزیه و تحلیل کنید، در میابید که مردم آمریکا مدیون این گروه 56 نفری است. توجه داشته باشید تصمیم آنها بود که موفقیت ارتش واشنگتن را تضمین کرد، زیرا روحیه تصمیم گیری در قلب هر سرباز به عنوان قدرتی معنوی اثر کرد و تأثیر چنین قدرتی هرگز چنین شکستی را نمی شناخت. همینطور توجه داشته باشید همه کسانی که می‌خواهند قاطع و مستقل باشند باید از همین قدرت آزادی استفاده کنند. این قدرت از اصول توصیف شده در این کتاب تشکیل شده است. اینک بهتر است دست کم 6 مورد از این اصول را کشف کنیم: خواستن، تصمیم گیری، ایمان، پشتکار و پافشاری، خرد جمعی و برنامه‌ریزی سازمان یافته. در سراسر این فلسفه می‌بینید فکری که با خواستن قوی همراه باشد موفق می‌شود. اینک می‌خواهم ماجرای سازمان همکاری فولاد ایالات متحده را برایتان توضیح بدهم که با استفاده از آن می‌توانید تحولی عظیم ایجاد کنید. در جستجوی ایجاد دگرگونی در زندگیتان به دنبال معجزه نباشید، زیرا آن را پیدا نمی‌کنید و فقط به قوانین ابدی طبیعت پی می‌برید. این قوانین برای همه کسانی که ایمان و شجاعت استفاده از آنها را دارند قابل دسترسی است و شاید برای آزادی بخشی به یک ملت یا ثروت اندوزی به کار رود.
کسانی که تصمیماتی قاطعانه می‌گیرند می‌دانند چه می‌خواهند و در نهایت نیز آن را به دست می‌آورند. رهبران در هر گام از زندگی سریع و قاطعانه تصمیم می‌گیرند و این دلیل اصلی رهبری آنان است. دنیا عادت دارد برای کسانی که حرف و عملشان یکی است و هدفشان را نیز می‌دانند نعمات فراوانی نثار کند. بی تصمیمی و تردید عادتی است که اغلب در جوانی آغاز می شود. این عادت در مدرسه و حتی دانشگاه بدون مشخص بودن هدف همچنان پرورش می یابد. ضعف اصلی همه سیستم های آموزشی در این است که هیچ کدام عادت تصمیم گیری دقیق و قاطعانه را آموزش نمی دهند. بهتر است هیچ دانشگاه و مدرسه‌ای دانش آموز بی هدفی را ثبت نام نکند. اگر همه دانش آموزان در آغاز تحصیل مجبور می شدند عادت تصمیم گیری را بیاموزند و در این زمینه به اجبار امتحان بدهند و سپس اجازه پیشروی به مرحله بعد به آنها بدهند، عالی می شد. عادت بی تصمیمی به دلیل ضعف و نقص سیستم مدرسه ایجاد می شود. به طور کلی جوانانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند در جستجوی هر شغلی هستند و به اولین شغلی که پیدا می کنند می چسبند، زیرا به بی تصمیمی عادت کردند. 98% از افرادی که امروز حقوق بگیر هستند به این دلیل در این جایگاه قرار دارند که از تصمیم قاطعانه و دقیق برای برنامه‌ریزی شغل مناسب و دانش چگونگی انتخاب کارفرما برخوردار نبودند. مشخص بودن تصمیم همیشه به شجاعت نیاز دارد و گاهی نیز به شجاعت بسیار زیاد. آن 56 نفری که اطلاعیه آزادی و استقلال را امضا کردند، زندگی خود را پای این اعلامیه گذاشتند. کسانی که به تصمیم مشخص میرسند تا شخص خاصی را انتخاب کنند و کاری میکنند که زندگی بهای آن را بدهد، به آزادی اقتصادی میرسند. استقلال مالی، ثروت، شغل عالی و موقعیت‌های حرفه‌ای در دسترس کسانی که این چیزها را انتظار ندارند و درخواست نمی‌کنند قرار نمی‌گیرد. شخصی که ثروت می‌خواهد همان روحیه‌ای را دارد که ساموئل آدامز داشت و آزادی را برای مستعمرات خواست. در نتیجه نیز چنین شخصی به ثروت می‌رسد. نمونه امروزی چنین شخصی فرد اسمیت، بنیانگذار فدرال اکسپرس اس است. وقتی اسمیت دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه ییل بود، استادش گفت که صنایع هوایی در آینده منبع درآمد خطوط هوایی خواهد بود. اسمیت در مخالفت با این موضوع در نامه‌ای نوشت که الگوهای مسیرهای خط هوایی برای باربری هوایی مناسب نبودند. او متوجه شد هزینه‌ها در اثر حجم بار پایین نمی‌آید و تنها راه باربری هوایی سودآور از طریق سیستم کاملا جدیدی بود که به شهرهای کوچک و بزرگ می‌رسید و به منظور بسته‌بندی بارها و حمل آنها به کار گرفته می‌شد، نه برای استفاده شخصی افراد و مسافران. پروفسور اجرای این نامه را کاملا محال به شمار آورد و به مقاله اسمیت امتیاز بسیار پایینی داد. منظور اسمیت شروع خط هوایی باربری بود که بتواند در شب هنگام، زمانی که فرودگاه‌ها پر جمعیت نیست، پرواز کند. این هواپیما بسته‌های کوچک و بسیار مهم را به قسمت مرکزی شهر منفیس حمل می‌کرد که اگرچه برنامه رایانه‌ای خاص برای آن طراحی شده بود، بسته‌ها و محموله‌ها تقسیم بندی و بارگیری شدند تا به مقصد ارسال شوند. با در نظرگیری همه ارسال‌ها به شهرهای کوچک، این کار شرکت را قادر می‌کرد بارهای کامل را به تمام شهرهای سراسر کشور و حتی سراسر دنیا حمل کند. اسمیت بر این باور بود که سرمایه‌گذاران علاقمند به این ایده ابداع‌گرانه اقدام می‌کنند، اما در کمال تعجب علاقه به انجمن مالی گسترش یافت. این مسئله مانع اسمیت نشد و به علت خوشبینی‌اش برای این پروژه و شجاعت بیان اعتقادات برای اجرای ایده آزمایش نشده‌اش 91 میلیون دلار گرد آورد. در این مرحله باربری‌های رقیب به منظور اسمیت پی بردند و آن را تهدیدی برای صنعت خود به شمار آوردند. خطوط هوایی اصلی سعی کردند با سخنرانی برای هیئت هوانوردی شهری مانع این رقابت جدید شوند. بدین ترتیب تیم اسمیت گریزگاهی در قانون پیدا کرد. هواپیمایی که هزینه حمل بار آنها کمتر از 7500 پوند بود، برای حمل بار نیازی به مجوز CAB نداشت.
اسمیت به کار خود ادامه داد و پرواز جت‌های کوچک را راه‌اندازی کرد. او ساخت تسهیلات اصلی خود را آغاز و 75 باند فرودگاه را راه‌اندازی کرد. فدکس بسته‌ها را از فرودگاه‌های سراسر کشور جمع می‌کرد و آنها را به ممفیس می‌برد. بسته‌ها در آنجا گردآوری و برای ارسال مجدد به شهرهای دیگر بررسی می‌شدند. پس از تخلیه بار نیز کامیون‌های فدکس محموله‌ها را به مقصد نهایی آنها تحویل می‌دادند. هدف اسمیت این بود که بسته‌ها طی 24 ساعت به مقصدشان برسند و این کار همیشه انجام می‌شد. برخلاف کار و تلاش‌های سخت شرکت، چند سال اول وضعیت مالی زیاد خوب نبود. خسارت‌ها به میلیون‌ها دلار می‌رسید و سرمایه‌گذاران به شدت نگران بودند. دولت متحده نیز به پروژه‌های اسمیت رسیدگی نمی‌کرد. با وجود این زیان‌ها و حتی صحبت اخراج اسمیت از شرکت، اسمیت ایمان خود را از دست نداد، اما سرمایه‌گذاران اسمیت را مقصر می‌دانستند. اسمیت هرگز شجاعتش را از دست نداد. او متخصصین را استخدام و شب و روز با آنها برای حل مشکلات کار کرد. این به درآمد 75 میلیون دلار در سال با سود 3.6 میلیون دلار منجر شد. اگرچه رقابت شرکت فاکس و پست تصویری استفاده از فدکس را برای ارسال نامه و اسناد حذف کرد و با وجود رقابت دیگر شرکت‌های هواپیمایی و خدمات پست که ارائه خدمات ارزانتری را پیشنهاد می‌دادند، ابداع اسمیت و پیشرفت مداوم آنها شرکت فدرال را به باربری شماره 1 در این زمینه تبدیل کرد. در فصل هفتم درباره برنامه‌ریزی سازمان یافته راهکارهایی ارائه شد. در ضمن اطلاعات بیشتری درباره چگونگی انتخاب کارفرما و شغل خاص دلخواه خود به دست می‌آورید. در نتیجه اگر برای سازماندهی آنها به طور عملی اقدام نکنید، این راهکارها برای شما بی‌ارزش است. فصل نهم: پیگیری و پشتکار. تلاش مداوم برای تحریک و تقویت ایمان. گام هشتم به سوی ثروت. پیگیری عاملی ضروری در فرایند تبدیل خواسته به واقعیت است. مبنای پافشاری، قدرت، خواستن و اراده است. قدرت اراده و خواستن وقتی خوب با هم ترکیب شود، عنصری مقاومت ناپذیر به وجود می آورد. مردم کسانی را که ثروت زیادی به دست می آورند به طور کلی خونسرد و گاهی بی‌رحم به شمار می آورند. ما اغلب درباره آنها به سوء تفاهم دچار می شویم. آنها قدرت اراده‌ای دارند که با پشتکار آمیخته می شود و مبنای خواسته هایشان برای تضمین کسب اهدافشان است. همه به طور کلی درباره هنری فورد اشتباه قضاوت می‌کردند و او را فردی خونسرد و بی‌رحم می‌دانستند. این سوء برداشت به علت عادت پیگیری مداوم برنامه‌ها توسط فورد به وجود آمده بود. بیشتر مردم به راحتی اهداف خود را کنار می‌گذارند و با دیدن اولین مخالفت یا پیش آمد اولین بدشانسی آن را رها می‌کنند. عده‌ای با وجود همه مخالفت‌ها به کار ادامه می‌دهند تا به هدف خود برسند. این معدود افراد کسانی چون فورد، کارنگی و راکفلر هستند. شاید واژگانی چون پشتکار و پیگیری معنای حماسی نداشته باشد، اما کیفیت آن خاصیت کربن برای فولاد را نشان می‌دهد. ثروت‌سازی به طور کلی شامل کاربرد 13 عامل است. این اصول را باید فهمید. همه کسانی که به ثروت رسیدند با پشتکار از آن اصول پیروی کردند. اگر با قصد به کارگیری اطلاعات این کتاب آن را می‌خوانید، نخستین آزمون پیگیری و پشتکار شما زمانی است که 6 گام موجود در فصل دوم را دنبال کنید. اگر شما 2 نفر از هر 100 نفری باشید که هدف معین و طرح مشخصی برای اجرای آن دارد، شاید راهکارها را بخوانید و طبق برنامه روزانه به آنها عمل کنید. اما با آنها موافق نباشید. نویسنده در این مرحله شما را بررسی می کند، زیرا نداشتن پشتکار و پیگیری یکی از علل اصلی شکست است. علاوه بر آن، تجربه هزاران نفر ثابت کرده که فقدان پشتکار ضعف بیشتر مردم است و ممکن است با تلاش بر آن غلبه
کنند. همه موفقیت‌ها با خواستن آغاز می شود. مدام این نکته را در ذهن داشته باشید که خواستن‌های ضعیف در نهایت ضعف به بار می آورد. درست مثل مقدار کمی آتش که گرمای کمی هم دارد. اگر پشتکار ندارید، باید این ضعف را با شعله‌ور ساختن آتش اشتیاق خود برای دستیابی به خواسته هایتان برطرف سازید. کتاب را تا آخر بخوانید. بعد به فصل دوم برگردید و دوباره به اجرای راهکارهایی که در 6 گام ارائه شده بپردازید. اشتیاقی که با آن این راهکارها را دنبال می کنید به روشنی نشان می دهد به راستی چقدر خواستار انباشتن پول هستید. اگر فهمیدید که بی تفاوت هستید، مطمئن باشید هنوز به آگاهی پول نرسیده اید و بدون آن نمی توانید ثروتمند شوید. بخت و اقبال و ثروت به کسانی روی می آورد که ذهنشان آماده جذب آنها باشد، درست با همان اطمینانی که آب به سوی اقیانوس جذب می شود. در این کتاب همه محرک‌های لازم برای تنظیم ذهن عادی برای ارتعاشاتی که شیء مورد نظر فرد را جذب می کند ذکر شده است. اگر پشتکار شما ضعیف است، توجه خود را به راهکارهای فصل دهم درباره قدرت متمرکز سازید. پیرامون خود را با افراد خردمند پر کنید و با تشریک مساعی پشتکار اعضای گروه را تقویت کنید. در فصل 4 در قسمت پیشنهادها راهکارهای بیشتری را خواهید یافت و در فصل 12 درباره ضمیر ناخودآگاه اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد. راهکارهای فصلها را دنبال کنید، زیرا در این صورت ضمیر ناخودآگاه شما تصویر شفاف از موضوع دلخواه شما را به دست می دهد. از آن مرحله به بعد دیگر با پشتکار ادامه خواهید داد. ضمیر ناخودآگاه مدام در خواب و بیداری کار می کند. تلاش پیوسته یا گاه به گاه برای کاربرد قوانین برای شما هیچ ارزشی ندارد. برای رسیدن به نتایج باید همه قوانین را به کار ببرید تا کاربرد آنها به عادت همیشگیتان تبدیل شود. در غیر این صورت نمی توانید پول لازم را که آرزویش را دارید به دست آورید. فقر به سوی کسی که ذهنش برای پذیرش آن مساعد باشد می رود. همان گونه که پول به سمت کسانی می رود که ذهنشان برای جذب آن آماده است. قانون یکسان است. هوشیاری به فقر ذهنی را که با هوشیاری پولی اشغال نشده باشد تسخیر می کند. هوشیاری به فقر بدون آگاهی از عادتهای مناسب آن پرورش می یابد. هوشیاری و آگاهی نسبت به پول باید به وجود آید مگر اینکه کسی مادرزاد نسبت به پول هوشیار باشد. اهمیت کامل جملات را در بند زیر دریابید تا به اهمیت پشتکار در ثروت‌اندوزی پی ببرید. بدون پشتکار و پیگیری حتی پیش از شروع کار شکست می‌خورید و با پشتکار برنده می‌شوید. اگر کابوس دیده باشید، ارزش پشتکار را می‌دانید. در این حالت در رخت خواب نیمه بیدار دراز کشیده اید و احساس خفگی می‌کنید. نمی‌توانید حرکت کنید یا عضله خود را تکان بدهید. با تلاش مداوم قدرت اراده سرانجام انگشتان یک دست خود را حرکت می دهید. با تکان دادنهای انگشتان خود کنترل عضلات یک بازو را به دست می گیرید و اینک می توانید بازوی خود را بلند کنید. سرانجام بر عضلات یک پا مسلط می شوید و بعد پای دیگر را حرکت می دهید. سپس با تلاش عالی قدرت اراده قدرت کامل سیستم عضلانی خود را به دست می آورید و از کابوس بیدار می شوید. این ترفند مرحله به مرحله انجام می شود. شاید لازم باشد از حالت بی‌حسی و بی‌حرکتی ذهنی خود با روشی مشابه خارج شوید. ابتدا آرام حرکت کنید و بعد بر سرعت خود بیفزایید تا مهار کامل قدرت اراده خود را به دست بگیرید. پشتکار داشته باشید، حتی اگر در ابتدا کند و آهسته حرکت می کنید. با پشتکار موفق می شوید.
اگر گروه خرد جمعی خود را با دقت انتخاب کردید، دست کم در آن یک نفر را دارید که کمکتان می‌کند تا پشتکار خود را تقویت کنید. عده‌ای که ثروت زیادی اندوخته‌اند، این کار را به خاطر ضرورت و نیاز انجام دادند. آنها عادت پشتکار را پرورش دادند، چون در شرایطی که به پشتکار نیاز داشت پرورش یافتند. پشتکار هیچ جایگزینی ندارد و هیچ ویژگی جای آن را نمیگیرد. در ابتدا این را به یاد بسپارید. کسانی که به پشتکار عادت دارند در مقابل شکست بیمه شده‌اند و هر چند بار که شکست بخورند باز هم خود را به بالای نردبان میرسانند. گاهی به نظر میرسد راهنمایی پنهانی هست که وظیفه‌اش آزمودن مردم در تمام تجربیات دلسرد کننده است. کسانی که خود را پس از شکست سر پا نگه دارند و دوباره به تلاش ادامه میدهند. دنیا خطاب به آنان فریاد میزند: آفرین، میدانستم که از عهده‌اش برمی‌آیی. این راهنمای پنهانی اجازه نمی‌دهد کسی بدون گذر از آزمون پشتکار به موفقیت بزرگ برسد. کسانی که این کار را انجام ندهند امتیازی نمی‌گیرند. در عوض کسانی که آن را انجام می‌دهند با رسیدن به هدفشان پاداش پشتکار خود را دریافت می‌کنند. اما همه‌اش این نیست. آنها چیزی بسیار مهمتر از پاداش‌های مادی را هم دریافت می‌کنند و می‌فهمند که هر شکستی بذر پیشرفت را در خود دارد. عده کمی از تجربه خود به میزان پشتکارشان پی می‌برند. آنها هم کسانی هستند که شکست را موقتی نمی‌دانند و چنان مشتاقانه هدف خود را دنبال می‌کنند که پیروز می‌شوند. ما که در کناره زندگی ایستاده‌ایم، افرادی را می‌بینیم که شکست می‌خورند و هرگز دوباره بلند نمی‌شوند. کسانی را نیز می‌بینیم که چند بار با شکست تنبیه می‌شوند و آن را عاملی برای تلاش بیشتر می‌دانند. خوشبختانه اینها هرگز یاد نمی‌گیرند که دنده معکوس زندگی را قبول کنند. اما بیشتر ما فقط قدرت مقاومت ناپذیر را می‌بینیم که برای نجات کسانی می‌آید که با دلسردی و ناامیدی مبارزه می‌کنند. اگر به طور کلی از این قدرت صحبت کنیم، آن را پشتکار می‌نامیم. همه ما می‌دانیم که اگر کسی پشتکار نداشته باشد، به موفقیتی چشمگیر نمی‌رسد. نمونه خوب قدرت پشتکار فعالیت‌های تجاری است. مردم از سراسر دنیا در جستجوی شهرت، ثروت، قدرت، عشق یا هر چیزی که انسان آن را موفقیت می‌نامد به آنجا می‌آیند. اما ورود به هالیوود به آسانی و سرعت انجام نمی‌شود. هالیوود افراد با استعداد را می‌شناسد و نبوغ را تشخیص می‌دهد. این راز همیشه به یک واژه متصل است: پشتکار. بروسلی، بازیگری که ما را از هنرهای رزمی آسیا آگاه کرد، شاید مدت‌ها فراموش کرده بود که اگر پشتکار نداشت به ستاره سینما تبدیل نمی‌شد. لی دست خالی از چین وارد آمریکا شد، اما رویا و ظرفیت سخت کوشی را داشت. در جوانی به کنگ‌فو مهارت یافته بود و بعدها استاد این هنر شد. هرچند هدف اصلی او بازیگری بود، او نقش‌های کوچکی را در چند فیلم و برنامه تلویزیونی به دست آورد. اما وقتی فهمید که تولید کننده سریال‌های جدید تلویزیونی به دنبال بازیگر هنرهای رزمی برای نقش‌های اول فیلم است، بسیار خوشحال شد. تست صحنه‌اش با موفقیت انجام شد و منتظر شد تا نقشی را به او بدهند. اما با ناامیدی شدید مواجه شد، چون آن نقش را به بازیگری دیگر به نام دیوید کاراداین داده بودند. او که تسلیم شده بود می‌خواست به شغل آموزش برگردد. وقتی این موضوع را شنید، بسیاری از او خواستند تسلیم نشود. به زودی این حرف به گوش طرفداران سینما از تمام نژادها رسید. سپس لی تصمیم گرفت به دنبال نقش‌های جدید باشد. او هرگز تسلیم نشد، بلکه در چند فیلم نقش‌های مختلف گرفت و به عنوان بازیگر و طرفدار هنرهای رزمی در سراسر دنیا مشهور شد. او هنرهای رزمی را به محیطی فراتر از آسیا گسترش داد و حتی آن را به سراسر دنیا منتشر کرد.
اگرچه بروسلی در 32 سالگی در اثر خونریزی مغزی درگذشت، شهرتش پس از او بر جای ماند. بروسلی نه تنها هنوز مورد تحسین است و در خاطر طرفداران خود را دارد، بلکه بسیاری از کسانی که آن زمان هنوز متولد نشده بودند اینک از او تقدیر می‌کنند. سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های قدیمی که به صورت نوار ویدئو درآمدند هنوز در سراسر دنیا بسیار شهرت دارند. پشتکار و پیگیری یک حالت ذهنی است، پس می‌توان آن را پرورش داد. مثل همه حالات ذهنی، پشتکار بر اساس علتهای محدود است، از جمله: 1. تفاوت در هدف. ابتدا باید بدانید چه می‌خواهید. شاید این مهمترین گام به سمت پرورش پشتکار باشد. انگیزه قوی شما را مجبور می‌کند مشکلات بسیاری را پشت سر بگذارید. 2. خواستن و اشتیاق. برخورداری از نیروی پشتکار، حفظ آن و پیگیری آنچه به شدت می‌خواهید بسیار آسان است. 3. اتکا به خود. باور به توانایی خود برای انجام برنامه‌ای شما را تشویق می‌کند تا آن را با پشتکار دنبال کنید. اتکا به خود را می‌توان از طریق اصل توصیف شده در فصل 4 درباره خود القایی پرورش داد. 4. تفاوت‌های برنامه‌ها. برنامه‌های منظم با وجود آنکه ضعیف و کاملاً غیرعملی هستند، پشتکار را تقویت می‌کنند. 5. دانش و آگاهی دقیق. آگاهی از اینکه برنامه‌های شما درست است و بر اساس تجربه یا مشاهده پشتکار را تقویت می‌کند و حد زدن به جای داشتن نابودگر پشتکار است. 6. همکاری. همدردی، درک و همکاری هماهنگ با دیگران موجب تقویت پشتکار می شود. 7. قدرت اراده. عادت تمرکز افکار بر ساماندهی برنامه‌ها جهت رسیدن به هدف دقیق موجب تقویت پشتکار می شود. 8. عادت. پشتکار نتیجه مستقیم عادت است. ذهن تجربه‌های روزانه را جذب می کند و به بخشی از آن تبدیل می شود. ترس بدترین دشمن انسان با تکرار اقدامات شجاعانه درمان می شود. هر کس در دوران جنگ به خدمت سربازی رفته باشد این موضوع را می داند. پیش از اینکه به موضوع پشتکار پایان دهیم، فهرستی از ویژگی‌های خود تهیه کنید و مشخص کنید در چه زمینه خاصی فاقد خصوصیت مهم هستید. میزان شجاعت خود را اندازه بگیرید و ببینید چند تا از فاکتورهای پشتکار را ندارید. این تحلیل به کشفیاتی می انجامد که به شما دیدگاه جدیدی درباره خودتان می دهد. نشانه‌های فقدان پشتکار. شما در این بخش دشمنان اصلی موفقیت‌های ارزشمند را خواهید یافت و نه تنها به علائم ضعف در پشتکار پی می‌برید، بلکه علت‌هایی را که عمیقاً در ضمیر ناخودآگاه شما جای دارند شناسایی می‌کنید. فهرست زیر را با دقت مطالعه کنید و اگر واقعاً می‌خواهید خود را بشناسید و بدانید سزاوار انجام چه کاری هستید، خود را دقیق بررسی کنید. اینها ضعف‌هایی است که کسانی که به ثروت رسیدند باید بر آنها غلبه می کردند. 1. شکست در شناخت و تشخیص دقیق خواسته خود. 2. به تعویق انداختن کارها با دلیل یا بدون دلیل و آوردن عذر و بهانه‌های سخت. 3. بی‌علاقگی به کسب دانش تخصصی. 4. بی‌تصمیمی و عادت اتفاقی کار کردن به جای برخورد جدی با مسائل. 5. عادت تکیه بر عذر و بهانه‌ها به جای ایجاد طرح‌های مشخص برای حل مشکلات و مسائل. 6. رضایت از خود. این مشکل به سختی درمان می شود و به کسانی که از آن رنج می برند امیدی نیست. 7. مفهوم بی‌تفاوتی اغلب در آمادگی برای مصالحه با همه اتفاقات بازتاب می‌یابد، نه مخالفت و مبارزه با مشکلات. 8. عادت مقصر شمردن دیگران برای اشتباهات خود و پذیرش شرایط نامناسب اجتناب ناپذیر. 9. ضعف در خواستن به علت بی‌توجهی در انتخاب انگیزه‌هایی که انسان را به اقدام وامی دارد. 10.
تمایل و اشتیاق به رها کردن خواسته با دیدن اولین علامت شکست بر اساس یک یا چند مورد از 6 مبنای اساسی ترس. 11. فقدان برنامه‌های سازمان یافته که در نوشتن و هنگام تجزیه و تحلیل مطرح می‌شوند. 12. عادت بی‌توجهی به اجرای ایده‌ها یا درک فرصت‌ها. 13. آرزو کردن به جای خواستن. 14. عادت مصالحه و کنار آمدن با فقر به جای رسیدن به ثروت و فقدان کلی جاه طلبی برای دستیابی به اهداف. 15. جستجوی همه نوع میانبر برای رسیدن به ثروت و تلاش برای به دست آوردن آن بدون اینکه معادلش را بپردازید. 16. ترس از انتقاد. شکست در ایجاد طرح‌ها و عمل کردن به آنها به دلیل توجه به تفکر، عمل یا حرف دیگران. این مهمترین دشمن است، زیرا به طور کلی بدون اینکه بدانید در ضمیر ناخودآگاه شما وجود دارد 6 ترس پایه‌ای در فصل 15. اجازه دهید برخی علائم ترس از انتقاد را بررسی کنیم. بیشتر مردم به اقوام، دوستان و تا حد زیادی به مردم اجازه می‌دهند آنها را چنان زیر نفوذ خود قرار دهند که از ترس انتقاد نمی‌توانند زندگی خود را داشته باشند. بسیاری افراد در ازدواج اشتباه می‌کنند. به پای اشتباه خود می‌ایستند و از ترس انتقاد برای اصلاح اشتباه بدبخت و غمگین به زندگیشان ادامه می‌دهند. هر کس که با این مشکل از ترس روبرو شد می‌داند این حرکت با نابود کردن جاه طلبی، اتکا به نفس و تمایل به کسب موفقیت چگونه به فرد صدمه می‌زند. میلیون‌ها نفر به ادامه تحصیل اهمیت نمی‌دهند و پس از ترک مدرسه به علت ترس از انتقاد به آنجا باز نمی‌گردند. عده بیشماری از مردان و زنان پیر و جوان به اقوام اجازه می‌دهند با دخالت خود زندگی آنها را خراب کنند، زیرا از انتقاد می‌ترسند. اما این امر کسی را ملزم نمی‌کند که خواسته‌ها و حق زندگی خود را نابود کند. عده‌ای وارد تجارت نمی‌شوند چون می‌ترسند پس از شکست خوردن مورد انتقاد قرار بگیرند. ترس از انتقاد در چنین مواردی بسیار شدیدتر از اشتیاق برای رسیدن به موفقیت است. بسیاری از مردم از انتخاب اهداف بزرگ برای خود اجتناب می‌کنند یا حتی شغلی را انتخاب نمی‌کنند، زیرا می‌ترسند دوستان و فامیل از آنها انتقاد کنند و بگویند اینقدر هدفت را بزرگ انتخاب نکن، ممکن است مردم فکر کنند دیوانه شده ای. وقتی اندرو کارنگی به من پیشنهاد داد 20 سال از عمرم را به فلسفه پیشرفت اختصاص دهم، اولین فکری که به ذهنم رسید ترس از حرف مردم بود. این پیشنهاد هدفی را برای مشخص می‌کرد که تا کنون به آن فکر نکرده بودم. ذهنم مثل موشک شروع به عذر و بهانه تراشی کرد که همه بهانه‌ها ریشه در ترس از انتقاد داشت. چیزی در درونم گفت تو نمی‌توانی. این کار خیلی بزرگ است و وقت زیادی می‌خواهد. فامیل و اقوام درباره‌ات چه فکری می‌کنند؟ از کجا کسب درآمدی کنی؟ هیچ کس تا کنون چنین فلسفه‌ای برای موفقیت نچیده است. تو کی هستی که اینقدر هدفت بزرگ است؟ تولد حقیرانه‌ات را به یاد بیاور. تو از فلسفه چه می‌دانی؟ مردم فکر می‌کنند دیوانه شده‌ای. چرا افراد دیگری پیش از تو این کار را انجام ندادند؟ این پرسش و بسیاری از پرسش‌های دیگر به ذهنم هجوم می‌آوردند. به نظر می‌رسید که ناگهان تمام دنیا به من توجه کردند و قصد دارند مسخره‌ام کنند تا همه خواستم را برای انجام پیشنهاد آقای کارنگی کنار بگذارم. فرصت خوبی داشتم تا جاه طلبی را پیش از اینکه بر من مسلط شود در خود خفه کنم. پس از تجزیه و تحلیل هزاران نفر کشف کردم که بیشتر ایده ها مرده به دنیا می آیند و نفس زندگی با طرح‌های مختلف عملی به آنها تزریق می شود. زمان پرورش یک ایده هنگام تولد آن است. هر دقیقه‌ای که ایده‌ای در ذهن ما زندگی می کند، فرصت بقای بهتری می یابد. ترس از انتقاد
مبنای نابودی بیشتر ایده هایی است که هرگز به مرحله برنامه‌ریزی و اجرا نمی‌رسند. مثال دیگر از کسی که از پذیرش انتقاد دیگران اجتناب کرد و برای دنبال کردن رویایش مقاومت کرد، فرید اسمیت بود که موفقیتش در ایجاد و توسعه فدرال اکسپرس در فصل پیشین توصیف شد. بسیاری معتقدند که موفقیت مادی حاصل شکست‌های خوب است. عنصر باور بسیار مهم است، اما کسانی که کامل به بخت و اقبال متکی و وابسته اند همیشه ناامید می‌شوند، زیرا عامل مهم و ضروری دیگر برای اطمینان از موفقیت را نادیده می‌گیرند. با این دانش می‌توان به موفقیت‌های عالی رسید. اینک اجازه دهید نگاهی به تام موناگان بیاندازیم، کسی که از یک فروشگاه پیتزا فروشگاه زنجیره‌ای دومینوی پیتزا را با سرویس دهی به هزاران خانه در طی بیش از 30 سال راه اندازی کرد و رونق داد. در سال 1989 تصمیم گرفت شرکت بزرگ و موفقش را بفروشد و در عوض روی کار بشردوستانه تمرکز کند. هرچند طرح او نتیجه نداد، پس از 2 سال و نیم شرکتی که این زنجیره را خرید آن را ورشکست کرد، به گونه‌ای که موناگان تصمیم گرفت دوباره آن مجموعه را به دست بگیرد. بازسازی آن به کار سخت و پشتکار زیاد نیاز داشت تا اینکه سازمان گسترش یافت. موناگان تصمیم اولیه زندگیش را گرفته بود. او بر دوره محرومیت کودکی چیره شده و با غلبه بر فقر و بدرفتاری به تاجر بزرگی تبدیل شده بود. حالا یک بار دیگر نه تنها تمام تلاش خود را برای بازگرداندن دومینو به وضعیت و شهرت اولیه‌اش صرف کرد، بلکه آن را در 6000 فروشگاه گسترش داد که 1100 نمونه از آن خارج از مرزهای ایالات متحده قرار دارند. وقتی این زنجیره به وضعیت اولیه خود بازگشت، موناگان با چالش جدی و جدیدی روبرو شد. دومینو تحویل سریع غذا را تضمین کرد. در ضمن تضمین کرد که هر مشتری ظرف 30 دقیقه پیتزایش را تحویل بگیرد. این اقدام شکایاتی را در پی داشت که عده‌ای ادعا کردند در اثر تصادفات ناشی از سرعت تحویل پیتزا به آسیب و جراحات دچار شده‌اند. خانواده زنی که راننده شرکت پیتزا او را کشت، 3 میلیون دلار خسارت دریافت کرد. آخرین اتفاق زمانی بود که زن دیگری 7 یا 8 میلیون دلار خسارت گرفت. پس از آن دومینو تضمین تحویل 30 دقیقه پیتزا را لغو کرد. به رغم آخرین حادثه مالی، موناگان تسلیم نشد. او پول، زمان و انرژی بیشتری برای شرکت هزینه کرد و یک بار دیگر شرکت را به حالت اول بازگرداند. او با نگرش مثبت و پشتکاری که داشت به کارش ادامه داد و روحیه پیروزی را به تیمش القا کرد و همین دومینو را به صنعت شماره 1 تبدیل کرد. 100 نفر از افراد بعدی را که ملاقات می کنید بررسی کنید. از آنها بپرسید در زندگی چه می خواهند. خواهید دید 98% آنها نمی توانند بگویند چه می خواهند. اگر آنها را به پاسخگویی وادارید، عده‌ای میگویند امنیت، بسیاری میگویند پول و افراد اندکی هم میگویند خوشبختی. برخی میگویند شهرت و قدرت و هنوز عده‌ای میگویند شهرت، زندگی راحت و مرفه و توانایی خوانندگی یا نویسندگی، اما هیچ کدام از آنها نمیتوانند این اصطلاحات را تعریف کنند یا به برنامه‌ای که قصد اجرای آن را دارد کوچکترین اشاره‌ای نمی‌کنند. ثروت به آرزو پاسخ نمی‌دهد، بلکه فقط به برنامه‌های مشخص که با خواست‌های مشخصی پشتیبانی و با پشتکار دنبال شوند پاسخ می‌دهد. چگونه پشتکار خود را افزایش دهیم؟ برداشتن 4 گام ساده به ایجاد عادت پشتکار منجر می‌شود. این امر به هوش و سطح خاص تحصیلات نیاز چندانی ندارد، بلکه کمی زمان و تلاش می‌خواهد. گام‌های لازم از این قرارند: 1. هدف مشخصی که با تمایل شدید برای انجام آن پشتیبانی شود. 2. طرح مشخصی که به طور عملی مدام بیان شود. 3. ذهنی که محکم در برابر موارد منفی و
تأثیرات دلسرد کننده مقاومت کند، از جمله پیشنهادهای منفی اقوام، دوستان و همکاران. 4. همکاری دوستانه با یک یا چند نفر از کسانی که شما را به پیگیری طرح و هدفتان تشویق می کند. این 4 گام برای موفقیت در همه زمینه‌های زندگی ضروری هستند. هدف کلی 13 اصل این فلسفه این است که بتوانید این 4 گام را در زمینه عادت بردارید. با این گام ها وضعیت اقتصادی خود را کنترل می کنید. با این گام ها به آزادی و استقلال فکری می رسید. با این گام ها به ثروت های بزرگی دست می یابید. با این گام ها به قدرت و شهرت جهانی می رسید. با این گام ها موفقیت عالی شما تضمین می شود. با این گام ها رویاهای شما به واقعیت های فیزیکی تبدیل می شود. با این گام ها بر ترس، ناامیدی و بی‌تفاوتی غلبه می کنید. هر کس این 4 گام را بیاموزد به پاداش عظیم دست می یابد. این امتیاز نوشتن سرنوشت خود و واداشتن زندگی به پرداخت بهای خواسته شماست. توانایی چیرگی بر مشکلات چقدر به افراد دارای پشتکار قدرت جادویی می‌دهد؟ آیا کیفیت پشتکاری که در ذهنتان حالات روحی و فعالیت شیمیایی را مشخص می‌کند، شما را در جهت دستیابی به نیروهای فراتبیعی سوق می‌دهد؟ اینها و بسیاری از پرسش‌های مشابهی که با دیدن مردانی چون هنری فورد به ذهن من می‌آید، با کمترین ها اما با برخورداری از پشتکار بالا امپراتوری صنعتی عظیمی را به وجود می‌آورد. از جمله این موارد توماس ای ادیسون است که با کمتر از 3 ماه مدرسه رفتن مخترع بزرگ دنیا شد و با پشتکار، دستگاه گرامافون و تصاویر متحرک و لامپ و صدها مورد دیگر را اختراع کرد. من افتخار داشتم تا مدتها وضعیت آقای ادیسون و آقای فورد را از نزدیک بررسی کنم. بنابراین وقتی میگویم هیچ ویژگی همانند پشتکار موجب موفقیت‌های بزرگی نمی‌شود، حرفم را باور کنید. وقتی کسی زندگی افراد موفق را بررسی می‌کند، به این نتیجه می‌رسد که پشتکار، تمرکز روی تلاش و مشخص بودن هدف منابع اصلی موفقیت‌های آنان است. مثال خوب قاطعیت و پشتکار هوارد شولتز، مرد استارباکس است. برای موفق ساختن یک مفهوم جدید به فردی با هدف و اعتماد به نفس بالا نیاز داریم. شولتز استخدام شد تا خرده فروشی و بازاریابی کوچک قهوه را که چند خرده فروش در سیاتل داشت مدیریت کند. او تازه ازدواج کرده بود و 29 ساله بود. با وجود این همراه با همسرش خانه خود را در نیویورک سیتی ترک کرد تا شغل جدید خود را بپذیرد. حدود 1 سال بعد شولتز در یک سفر تجاری از ایتالیا دیدن کرد. وقتی اطراف میلان میگشت متوجه شد قهوه چقدر برای فرهنگ ایتالیایی ها مهم است. همه افراد روزکاری خود را با نوشیدن قهوه غلیظ در کافی شاپ شروع می کنند. پس از کار دوستان و همکاران یک بار دیگر در قهوه خانه جمع می شوند و برای گذراندن وقت آزاد خود قهوه می نوشند و بعد به خانه می روند. قسمت مهم زندگی اجتماعی ایتالیایی ها همین است. شولتز با خود گفت چه خوب می شود اگر این عادت را به آمریکا منتقل کند. پیش از این هرگز این کار را انجام نداده بود، اما احساس کرد این اقدام به علت کیفیت عالی قهوه استارباکس موفق می شود. این فکر به مشغولیت شولتز تبدیل شد. قصد داشت فروشگاه زنجیره‌ای قهوه را مطابق الگوی کافی بارهای ایتالیایی بسازد، اما مالکان استارباکس تمایلی به این کار نداشتند. آنها در کار فروش دانه قهوه بودند و رستوران‌هایی که داشتند تنها قسمت کوچکی از دارایی‌ها و تجارت آنها را شامل می‌شد. شولتز برای اجرای هدفش استارباکس را ترک کرد و تصمیم گرفت شرکتی جدید را اندازی کند. در سال 1986 شولتز اولین کافی بار خود را در سیاتل راه اندازی کرد. این موفقیتی بزرگ و زودهنگام بود. شولتز خیلی سریع کافی بار دیگری در سیاتل و سومی را در ونکوور گشود. سال بعد شرکت استارباکس را خرید و نامش را برای کالاهای خود انتخاب کرد.
شولتز معتقد است روزی کیفیت استارباکس شیوه زندگی همه آمریکایی‌ها را تغییر خواهد داد. اگر شولتز به روش خود ادامه دهد، یک فنجان قهوه استارباکس به بخش اصلی فرهنگ آمریکایی‌ها تبدیل می شود. ایده او نتیجه داد. فروش استارباکس از سال 1988 به بعد 9 برابر شد. شولتز صدها فروشگاه قهوه استارباکس را در سراسر آمریکا افتتاح کرد، جایی که تاجران در مسیر رفتن به محل کار خود توقف می‌کردند و پس از یک روز کاری سخت و مهم قهوه می‌نوشیدند. افراد جوان در کافی بارها با هم قرار ملاقات می‌گذاشتند، نه در رستوران‌ها. خانواده‌ها برای استراحت قبل یا بعد از سینما به کافی بار می‌رفتند. استارباکس 3 سال پیاپی بیش از $1,000,000 در سال زیان داد. اما شولتز هرگز تسلیم نشد. او به شدت معتقد بود که به این ترتیب شرکتی را می‌سازد و به زودی زیانهای او به سود تبدیل می‌شود. وقتی فروشگاه‌های سیاتل سودآور شدند، استارباکس کم کم به شهرهای دیگر گسترش یافت، از جمله ونکوور، پورتلند، لس آنجلس، دنور و شیکاگو و شهرهای شرقی و خاورمیانه. استارباکس نام آشنای سراسر دنیا و نمونه ای از نبوغ بازاریابی آمریکایی بود و اینک هوارد شولتز را به یکی از ثروتمندترین مردم دنیا تبدیل کرده است.